باشی داشتم این اخبار مربوط به شب کذایی دلار فروشان تلگرامی رو دنبال می‌کردم که یهو رادیو گفت همزمان با کاهش نرخ دلار 30 نفر در یزد سکته کردن. بعدش هم اغلب سایت‌های معتبر خبری این خبر رو کار کردن و فرستادن رو آنتن. آقا بعدش ما پیگیر صحت خبر شدیم، متوجه شدیم که اون روز کلاً 33 نفر به خاطر سکته به مراکز درمانی یزد مراجعه کردن که این تعداد عادی و مشابه روزهای قبلیه. در حقیقت ربطی به دلار و بالا پایین شدنش نداشت. متاسفانه طبق آمار عادی هر روز حدود همین تعداد سکته میکنن و به بیمارستان مراجعه میکنند. به بخش خبری 60 خوش آمدید. صبح امروز با کاهش شدید قیمت ارز و شوکه شدن بازار دلار، بسیاری از احتکار کنندگان و دلالان ارز راهی بیمارستان‌های سراسر کشور شدند. بنابر گزارش‌های دریافتی، برخی از دلالان ارز دچار دیابت شدند و همکنون در بیمارستان‌ها زیر دستگاه دیالیز هستند. همچنین آن عده از افرادی که یوروی 20,000 تومانی خریده بودند نیز دچار هپاتیت نوع آ شدند و همکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مملو از افرادی است که دلار 18,000 تومانی خریده بودند. و اما اخبار خارجی: با کاهش قیمت دلار و افزایش ناگهانی قیمت تومان در ایالات متحده، شهروندان آمریکا از صبح امروز به صرافی‌های ایرانی در نیویورک و لس آنجلس هجوم برده و ده‌ها هزار نفر از مردم آمریکا در تلاش برای خرید سکه امامی هستند و در به در دنبال اسکناس‌های 10,000 تومانی می‌گردند. بنابر آخرین گزارش‌های دریافتی از آمریکا، با کاهش قیمت تومان در برابر دلار، موجی از نگرانی‌ها در ساختمان تجارت جهانی آمریکا به وجود آمده و کارشناسان آمریکایی معتقدند که اگر این افزایش قیمت تومان ادامه پیدا کند، اقتصاد آن کشور فلج خواهد شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و تجار آمریکایی ورشکسته و راهی بیمارستان‌ها خواهند شد.